اینم یه تن بزن بابا دیگه بابا بس کن یه پولشو بده بریم. در کجا می‌خوای بری؟ در خودمون لاپ. نه کن دیگه. مرتضی سلام خیلی مخلصم. امروز قرار بریم توی بوتیکی به عنوان خریدار اذیتشون کنیم. کوچیکی همتون آمده دربیزی کنار مرتضی امین. مخلصم. ما رو نگاه کنین تا آخرین لحظه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. زنگوله رو به صدا در برید. چجوری لازم میشه برام عشق آقا بریم داخل این بوتیک ببینیم چه شود. فرست لاین بفرم. سلام. اول بالا تنه رو جمع کنیم بعد شلوار بعد کف. این کاراتون چنده؟ 390. ببخش من به موزیک یکم آلرژی دارم. اگه امکان داشته باشه کمش کنیم. ببخش. اینا پروف داره؟ من عذرخواهی میکنم میشه قطعش کنیم. ببخش من یکم میفته تو سرم. ببخش شرمنده. من گفتم چون ببخشید من شرمنده. اینا چطوره مرتضی؟ اینا برای من یا برای شما؟ فهم ست کنیم دیگه. این رنگمندی داره؟ بله رنگمندی داره. قشنگه. رنگمندیش اینجاست. خوبه این؟ اینم ساده است. خوبه. عالیه. این چطوره؟ برای همون تولد این عالیه. اینو یه تن بزن. پروف داره دیگه. بله کارم اتاق پروف داره. خب آخه روی من همیشه چون هوا سرده رو به چیز لباس میپوشم. عیب نداره که اشکال نداره. بذار بپوشم چون بپوش. اول آخرام میخوام هم چیز گرم باید زیرش بپوشم. اون سوی شرتاشون خیلی خوشگله. اینا ما خورده 190 تومن. قبل آفش میاد. مفته که اینو چیز اینا بعد اون دیگه تم بزن میذارم اینجا بردار. حتما. این سایز بزرگی شه. یعنی این با این روی این خوب میشه ها. خیلی قشنگه. ولی هرچی برداشتم شما هم همون با هم ست می‌کنید. تو بپوش اینو من پوشیدم. سایز اون یکیه دیگه. فدات من یکم قدم بلندتر. سایز یکیه. اون سایز بزرگیش برداشت. این لارجه. بزرگتر هم داره. جیگری میگم به این رنگ. زرشکی جیگری. 3X لارجی 2X لارجی. آره چون تو حجمم. این هم خوبه. اون بزرگتره رو بپوش. عادیه مثل کشم. وای رو این بپوشی؟ آره داداش میگم خب به خاطر همین گفت 3X لارج. آره چون این سرمایه لباس زیاد میپوشه. ولی خب کپش عوض میشه. تازه کپ میگیره. چطور آقامه چون وقتی عالی فقط میگم جنسه که جور باشه عرق نکنی عرق سوز بشی. ولی خوبه به زیپش هم ببر. آره زیپش رو ببینم چطوره. نه خوبه جنسا خوبه. میگم مرتضی اینم یه تم بزن. این چطوره؟ نه ببخشید حواسم نبود. حاجی اینا موت شده. اینا چنده؟ 85. خدا وکیلی چه عدد خوبی. چه قیمت مناسبی. اینو بیا. اینا الان موتیف دست اینجوری میندازم 85 الان چیزام نمیدن. 85 گرون ارزونه. خیلی خوبه. این رو این بندازد روش هم یه لحظه خودم آینه ببینم. برو کاپشن چی داری داداش؟ کاپشن اون برداشت. این خوب شده جدی؟ واقعا جدی واقعا یعنی برام میاد. عالی داداشت برمی‌داشتی یا فروشنده ببین کار قوی نیست. اینم یه تم بزن. داداش ببخشید آخ مرتضی کلا کارمون کلا دزدی. واو این با این خوب میشه. عالی شدی الان اصلا اونجا رو نگاه کن. واه خصوص این سیویلات چطوره؟ واسه چرا صداقت فروشنده ها بوده. آقا کفشی داری به ما ببین. بیا ببینم. اینا از روش بزن. اون مود نشده. نگاه کن.
نه بابا فکر کنم ماشین 85 حتما 35 دیگه باز چه پولشو میده 58 تومن کولا واسه مفته به خدا بذار داداش دو تا ببخ چطور شدم؟ واو کلت چقدر ناز شد تو پدر فروشندگی نمیخوری اگه میگه خوب نشده خوبه آره پولش من میخوام بدم تو بپوش جان چه واسه من؟ نه میگم خوبه؟ اینه چه قیمته؟ این ولی به پای تو فکر کنم خوب باشه بپوش ببین چطوره نه خودم سایز پاتو بگیر دیگه تک سایز نه؟ چه سایز میکنه؟ 41 این پافرا ببین اندازت میشه ولی آبا با کرم خوب میشه پافر رو این دیگه درسته؟ آره کیف فرزیر جا؟ کیف فرزیر حالا بپوش ببین چطوری آهنگ شما دوست داری نه؟ چون من سردرد نیم اگه بشه ببندی ببخش من اعصابم یکم ضعیف دعوام میشه بعدش ببخش نه کلا من اعصابم ببخش یکم ضعیف مشکل دارم من ببخش قربون شما چی خوب بهت میاد ولی واقعا مرتضی واقعا چقدر خوب شده واقعا کجا؟ چطوره؟ کجا میری؟ عالیه پاخورش نه میخواست ببینم چطوره خب اصلا میخواستی فرق کنی من اینجا میموندم من چیزم نه داداش من اینجا میزدنم که کی؟ همشون آقا اینم حالا دوست داری از اینا این جلو پامون بد میزنه جا باز میکنه چرم مصنوعیه از جلو که جا بانم از بغل با میکنید اون که پاشو میزنه نوکشو میزنه نوکشو میزنه پشتشو میزنه اوکی، توک بچه‌ها میزنه میگن. جوجه رو دیدی؟ نوک میزنه واقعا نوک میزنه یه دونه کیف لوازم آرایشی بردار دستت بگی اینم کلاس داره اینم کلاس داره الان جوونا از اینا میندازن یه زمانی خانم‌ها لوازم آرایشیشون بود الان- ماته لاکتان زاد دادن الان متاسفانه پسرا زیرابو همدن بیا آقا من تیشرت می‌خواستم به خاطر اینکه زمستونه هیچ جا تیشرت پیدا نمیشه آخ اینو زودتر رو کن داداش ببینم اینو این برای من نه خب این من نگفتی اینو زودتر رو تو کن پوشیدی دیگه یه دقیقه من نگفتم بابا به قرآن قولی بازی چی الان به کی میاد داداش به جفتتون میاد حالا به خدا به من میاد بپوشید ببینید کدومتون به میاد قرآن به من میاد نکن دیگه بابا نکن دیگه بابا داداش شعر خورد بابا میگم من برای تو دیگه برای تو به تو میرسه داداش الان اون جر خورد به تو کی دادا بدی آقا یه دقیقه برو آقا تو داداش داداش خب داداش شما در بیا تو بیشتر میاد یه چه تو حالا با کلات ردیف کنی من اینو برمیدارم تو اینو بردار زشته دارم نگاه میکنم این چند بود اون دیگه برای خودت دیگه پاره شده خب چند بود داداش قابلی هم نداره 120 تومن این پاره بود الان پاره کردی داداش پارش کردی همه دیدم خیاط نداره اینجا خیاط اینجا نداره واقعا اگه میخوایم خریداری بیا بذار اینجا بخر مثلا اگه واقعا خرید اوکی خب من واقعا خریدار این نیستم خب نه اینو تو پاره کردی دیگه الان یه باید برش داری پارش کردی داداش آبروی من نه باید برداری جان یه ویدیو چک بزن اول دست من خورد دست اینو من بذار که بذار حالا اونجا شما پاره کردی دیگه نه بگو اینو بذار نکن دیگه نکن دیگه اینو من میخوام دیگه خب برای تو دیگه انبازی چیه؟ جنسات خوب نیست جنس چی خوب نیست؟ برای تو آقا این برای چی این کار میکنه؟ پاره کردی دیگه باید برداری داداش باید برداری دوتا رو میذارم من اصلا واقعا اینا دوست نداشتم یه پول پارش کردی باید پولشو بدی به کی بدم من اینو من چیزی که دوست دارم پاره میکنم آقا جان من دوست نداشتم داداش بیا اینجا چی میگه داداش من چی میگه چی داداش چی پارش که نمیذاری من پارش برای کردی خودت با پولش رو باید بدی با پولشو بدی دیگه من میرم این کار دارم دیگه میخوای چیکار کنی پول نیست که باید پول بدی دیگه من چیکار کنم سلیته بازی چی بردار دیگه اصلا اون دوست نداشتم تو گفتی سر حسادت واقعیتش من دیگه حسودیم حالا پاره شد کردی دیگه من اینو یه وقت بندازم بری بعد پولشو بدی فکر کن خراب شده حالا شما هم به بزرگی خودت ببخش دستش در رفت نه آقا
دستش در پاره ببخش. کردی داداش. بابا حالا یه باید اشتباهی پولشو کردم بدی داشت زنگ زدم سر بیاد الان نشی بابا من نه به پرونده خدا دارم واسه. دیگه حالا مشکل خودتی دیگه چی داری؟ میری پرونده دارم پرونده چی داری؟ یه پفک دزدیده بودم اینا هم که پاره کردی میگه چیزی داداش یا پولشو بدی دیگه حالا ببخشید شما حالا بچه است نفهمید نمیشه من باید پولشو شرم به خاطر سن و سالش صندوق میاد چیزی به خاطر سن و سالش ببخشید دست 15 من نیمه سالشه خدا حالیش نیست یا پولشو بده یا زنگ میزنم سعاده بیاد حالا تکلیف مشخص نه بده سرده بیاد نشی این پاره بود من داداش پاره تو زدی پاره کردی داداش میگه من- پاره بود نظارت میکنه اسمش چیه اتاق اصناف و اینا من نه، شکایت میکنم داداش شکایت کن زدی برم پاره شکایت کردی کنم؟ دوربینم برم داری شکایت کنم؟ پولشو بده کجا نه اول بیا اینجا تکلیف رو روشن کن بعد من همین برو. الان میرم شکایت میکنم نه تکلیف اینا رو روشن کن بعد برو. تکلیف که تصمیم کبرا داشت الان دارم شکایت میکنم به خودم پولشو بده جنس باز چی بنجل پاره- به مردم باز میندازی؟ چی پاره کردی خب؟ جنس داداش، بنجل پاره باش کشیدی پاره کردی اینجا گرفتی این میگه برای منه تو میگی برای منه بعد میکشی پاره میکنی خب یا نمیخوای یا میخوای دیگه باش ببخش نه آقا چه ببخشید من داداش. خراب بودم نه بابا بیا نمیخوام. اگه مثل من بابا وایسا اونو در بیار، داداش اونو در کتونی بیار. خدا بده رفیق اونو در بیار. اونو در بیار. داداش صد تا دست در بیار بشین کتونیاش هم بیار راحت بشین اونجا ولی همین الان دو تا تیشرت چی جر داده داداش داشتم بالا پایین یه لیوان برام میاری نداریم ندارم اینجا اینجا آب نداریم مگه اینجا خودت آب نمیخوری ما نه نمیخوریم فتوسنتز میکنی مگه ما میریم در غذا میخوری آب تو پول اینو داری که آبو بدی پول اونو بده نمیخواست آبروی منو میبری با اینا من با اینا چی داشت من با حقیقتم دوربین داره اینجا برمی‌داره دوربین اینا داره. بزن ببین اول من کشیدم یا داداش کشید شما کشیدید. خب جفتتون چند دونه ای دونه 120 تومن مگه نگو 50% آف خورده جان نه اون بعضی جان. کار خورده نگو 50% این کارو 240 بود شده 120 50% آف. میدونستم اینو پاره می‌کردم همه دیگه هم میگه من اومدی گفت پاره کردم یا جنس خرید مهمونی بوده داشت دعوت می‌دیم چند روز پیش ما رو تکلیفش رو داشت معلوم کن دمت گرم شما قصی هم قبول می‌کنید نه لباس نه کارت میکشیم بس کن یه پولشو بده بریم یا بریم یا پول بده بریم دیگه واسه چی پاره کردی به خدا تو پاره کردی اول آقا ببخش شما هم ببخشید یاد شرم آقا ببخش بریم نه، نه، نه. بعدا چه من خواهش کنم دی ببر بچه‌ست من اینو خودم تنبیهش کنم ببین یا برو بیرون برو بیرون تیشرت رو در بیار آقا برو بیرون تیشرت رو در برو بیرون برو بیرون اینو در بیار اینو در بیار کجا میخوای بری در بیار بابا ما خودمون لاتیم آره لات بکش کجا؟ بالا لات دورآباد بکش بیرون بابا بکشم بالا بکش بیرون خدا میگیم بکش پایین باشه حالا اگه اجازه بدید ما بچه هست من تنبیهش میکنم من هیچ خیلی چیزا نمیدونه باید این چیز داداش این کلا جر من واقعا توجیه نبودم کدوم مشتری بدم داداش واقعا خودتون توجیه چرا نبودم چجوری باید ورود کنم به لباس داداش من از کجا اومدیم نگاه کن خدا وکیلی تو میگی از کجا اومدی تو میگی مشتی داداش نه نمیشه اینا نه، حساب کاری داداش نداره. آخه حساب حساب کن صندوق ببر میخوره به خودت. خدا حساب ما میخوره کاری نداره خب اینو بیا حساب بگردم. کن بیا بزن. داداش من کاری ندارم پول نری یا داری تو الان بری شکایت اومدی کنی اینجا، بری کلانتری به فکر کن اینو بیا جر بدی یه هفته دیگه میتونی تازه اقدام کنی سر همین چیزاست که خیلی ها حقشون نمیتونن بگیرن خیلی آدم تو پس پولونو کارت بکش یکیش پاره شد دیگه داداش یکیش کمتر پاره شد نه آقا جان جفتش اینا جفتش پاره شده یکیش قارچ خورده یکیش چاک خورده خوش اومد آش خورده رو تو زدی چاک رو من زدم چاک من بلد نیستم بزنم مثلا من بزنم مثلا پاره میشه. خریدار نبودی از اول معلوم بود. بحث چاک و پاکش نیستش داشت جر برده اول آخر این چی میگه اینجا من اینو میزنم زورم به شما نرسید میزنم پاره میشه پورش مگه بزنی نه بیادبی میکنه پولش بده دیگه تقصیر توی من تعطیل شود جیغ نکش این بیادبیه ای شما میگن کار داد بیاد، اون پاره جیغ دختر می‌کنی. میکشه بیا این کار میگم به خاطر تو من اینجا دارم حرف میشم پول کارت تو بده کارت بکشه کارت تو که از وضعیت مالی میگم کارت تو بده من تو بود نداری نه کار میکنی نداری گوه میخوری آقا یه دقیقه دوری مخفیه داداش دوری مخفیه
یه دوری مخفی به خدا خدا دوری مخفی یه دقیقه خواهش می‌کنم نه پول چی نه بابا چی مخفی آقا پول دوری مخفی میدم میگم پول تیشرت میدم آقا وایسا اینجا تک نه وایسا تک چرا زدی اونو شوت کردی خب پول اونم بهتون بابا خفم تو پول دو تا تیشرت نداری میدم پول همه رو میدم میخوای بدی مشتی آقا بابا اصلا سوء تفاهم شده نه آقا چه سوء به تفاهم خدا سوء تفاهم شده بابا یه دقیقه زنگ پولشو میدم من سوء تفاهم شده به خدا سوء تفاهم خب آقا من عذرخواهی میکنم از مدیریت بوتیک سعید من واقعا شرمندم ببخشید خواستیم یه مزاحی کرده باشیم و داخل کیف آقا مهدی داشت فیلم برداری میکرد حلال کنین راضی هستی ما پخش کنیم اینو خیلی مخلصم من نوکر عشق منی فدات شم بچه‌ها ببخشید دم خودتون دم تک تکتون گرم خیلی مخلصم ببخشید حلال کن نزنید آقا شیگه یوهایی اومدی شاید یکی واقعا نمیشه حواله ماله نه ولی واقعا شاید یکی داره دور مخفی پر میکنه تا آخر تو قضاوت